به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، یکی شما را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک میگویم و از پروردگار برایتان قبول عبادت ها، تنصیحاتی و برای ملت و وطن عزیزمان شکوفایی و آرامی را تمنا دارم. امسال ما مسلمان ها رمضان را در یک شرایط خاص پیشواز میگیریم. بار اول است در تاریخ بشریت و شاید در تاریخ اسلام هم که تمام عبادتگاه ها، مساجد و جایهای عمومی برای مسلمانان بسته می شوند. شاید بار اول باشد در تاریخ اسلام که مسلمانان نمی توانند در ماه شریف رمضان در کعبه الله عمره بروند، نماز بگذارند، در روضه پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کنند، نماز بخوانند و نمی توانند در مساجد با دیگر برادران ایمانی خودشان نمازهای 5 وقته و تراویح را برگزار کنند. نمی توانند افطارهای دست جمعی را با همسایگان، دوستان و اهل خاندان برگزار کنند. و از طرف دیگر ملت عزیز ما در تاجیکستان در این شب و روزها و علاوه به آن مشکلاتی که گفتم، باز مشکلات‌های دیگری را هم مواجه هستند که از بحران کرونا ویروس با وجود آمده است و قسم زیادی از این مشکلات اقتصادی اجتماعی هست، مثل گرانشوی نرخ‌ها، مثل کمبود مواد، مثل آن حالت نامعینی در اقتصادیات، در اجتماعیات و از طرف دیگر یک دیده از مشکلات روانی و فکری دیگر را هم باید گفت که مردم در اساس این نابسامانی‌ها، کمبود معلومات، نداشتن اطلاعات دقیق و معتمد در یک حالت ناامیدی و یأس قرار گرفتند، چه در داخل تاجیکستان و چه خارج از آن. متاسفانه ما این شب و روز ماه شریف رمضان را در این گونه حالت پیشواز میگیریم، ولی همزمان با وجود این همه مشکلی ها ما امیدواریم و باور هم داریم که مردم عزیز ما که مردم اعتقاد محور و مؤمن هستند و بارها چنین مشکلات را از سر گذراندند، ماه شریف رمضان را و ماهای بعدی را هم در یک حالت آرامش، در حالت توازن معنوی و فکری به سر خواهند برد و نباید فراموش کنیم که پروردگار ما و شما پروردگار رحمان و رحیم است، کریم هست، سخی هست، غفور هست. درست است که این گونه امتحان‌ها را هم دارد، اما در پهلوی اون برای مؤمنین، برای کسانی که با او اعتقاد دارند، باز صفات‌های دیگری خودش را مثل رحمت و مغفرت و رحیم بودن، سخی بودن و کریم بودن را هم نشان خواهد داد. فقط مسئولیت ما و شما هموطنان عزیز این است که در این ماه شریف چند نکته را رعایت کنیم. یکی مسئولیت‌های بندگی خود را طبق قرآن و سنت، همونطوری که خداوند و پیامبر او محمد صلی الله علیه و سلم درباره چگونگی رفتار یک بنده مؤمن در ماه شریف رمضان گفته است، از اون چارچوب، از اون خط بیرون نبراییم. از طرف دیگر مسئولیت‌های دیگر انسانی ما هم هست که در این شب و روزی هم رمضانی و هم بحرانی که مربوط به اقتصادیات و به این آوازها و به این بیماری‌ها هست، توصیه‌های دکتران، توصیه‌های سازمان‌های مسئول و به خصوص توصیه‌های علمای دینی را خیلی با احتیاط رفتار کنیم و آنها را پیگیری کنیم. اگر ما مسئولیت‌های خود را همچون انسان، همچون بنده مؤمن و همچون شهروند رعایت کرده باشیم، اجرا کرده باشیم، پس شک نکنید که پروردگار ما و شما را شامل رحمت خود و کمک خود خواهد گرداند. و باید گفت که دین مبین اسلام برای چنین حالت‌ها نه تنها توصیه‌ها بلکه معیارهای خاص خود را دارد که یک بنده مؤمن در حالت‌هایی که دچار چنین مشکلات‌های دست جمعی می‌شود، مثل وبا یا با اصطلاح دینی و شرعی آن طاعون، چگونه باید رفتار کند. ما چندین احادیث داریم، چندین روایت‌ها هست که مسئولیت هر یک انسان در چنین حالت چی هست و شاید یکی از احادیثی که از نگاه من مناسب ترینش برای شرایط امروزه ما و شما همون حدیثی هست که از زبان مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت می شود که پیامبر اکرم در حالت وبا وقتی که از او
پرسیده شد حرفی را فرمودند که من مضمون این حدیث را خدمت شما عرض خواهم کرد که میگوید اگر شما انسان ها در چنین حالت گرفتار شدید که وبا یعنی طاعون همه جا را فرا گرفت، پس در منزل های خود بمانید و با اون اعتقاد که به شما هیچ چیز نخواهد رسید جز آنچه را که پروردگار برای شما نوشته کرده است و حتما در همه صورت شما یعنی این مردم ثواب شهادت را خواهند داشت. ببینید که در این حدیث اگر ما با تفسیر این حدیث نگاه کنیم چندین نکته ها را روشن خواهد کرد، اما من تنها با 2 یا 3 نکته آن اکتفا خواهم کرد. اول اینکه پیامبر اکرم در چنین حالت به ما دستور می‌دهند، می‌فرمایند که ما باید در منزل‌های خود بنشینیم. یعنی وقتی که شهر را، کشور را، منطقه را چون یک وبای فرا گرفته است، ما باید در منزل‌های خود بنشینیم که یک تعلیمات دینی هم هست. علاوه بر آن که سازمان‌های جهانی طبی از جمله سازمان جهانی بهداشت و مسئولین طب این توصیه را به ما میکنند که رعایت آن حتمی است، باز این توصیه و دستورات شرعی هم هست. بعضی از دوستان میگویند که حالا چه ضرورت است که ما در خانه بشینیم؟ نه در کشور ما این ویروس ثبت شده است و نه حکومت کرانتین اعلان کرده است، مکتب ها بازند، کارخانه ها بازند و بازارها، رفت و آمد نقلیات همه باز است. چه ضرورت است که ما خود را در خانه حبس کنیم؟ نظر ما این است که ما و شما مسئول موقع حکومت نیستیم. حکومت ها با هر دلیلی هست موقع های سیاسی میگیرند، اما ما و شما مسئول رسالت و مسئولیت های شخصی خودمان همچون انسان و همچون بنده مؤمن هستیم. ما هیچ ضرورتی نداریم که فقط به خاطر آنکه حکومت حالا اعلان نکرده است جان خود، جان نزدیکان خود را در خطر بیاندازیم، به خصوص جان پدران مادرانی را که سینه‌شان از 65 سال بالا هست. آنها ما را تربیت کردند، خوراندند، پوشاندند و امروز میتواند یک به اهمیتی فرزندان، نبیرگان باعث آسیب دیدن آنها شود و طبق گفته های متخصصین آسیبی از همه بیشتر را شهروندان سنی بالای 60 یا 65 سال میبینند. اما نباید فقط ما محدود کنیم به این شهروندان 60-65 ساله. دیده ایستادیم که علاقه دیگر کسانی هم که بیماری های دیگری مزمن دارند مثل بیماری های دل، بیماری های شوش یا دیابت، این کرونا ویروس میتواند این بیماری ها را تشدید کند، خروج بیشتر بدهد و در نتیجه انسان را به هلاکت برساند. یعنی طبق این حدیث شریف ما مسئولیت داریم، مسئولیت دینی هم داریم که در منزل ها بشینیم و جان و مال خود را، صحتی خود و نزدیکان خود را حفظ کنیم. نکته دیوم این است که یک بنده مؤمن وقتی که تمام این شرایط بهداشتی را رعایت میکند و در منزل میشیند باید دیگر توکل و اعتقاد به پروردگار داشته باشد که هر چیزی که او برایش نوشته کرده است اون به سرش خواهد آمد. البته باز تکرار میکنم پیش از این باید که معیارها و طلبات های بهداشتی را خوب رعایت کند. و نکته سوم از همه مهم شاید این باشد که طبق این حدیث نابسته از آن که به سر این بنده مؤمن که این 2 شرط را رعایت کرد، یعنی در منزل نشست و توکل به خدا کرد با رعایت معیارهای بهداشتی، هر چی که به سرش آمد او اجر و مرتبه شهادت را نائل شده است. چه خدای نکرده مصیبتی به او برسد، چه پروردگار به او سلامتی را لطف کرده باشد. پس ببینید که یک انسان اگر مسئولیت خود را انجام بدهد در چنین شرایط چقدر برای او هم از لحاظ طبی و هم از لحاظ دینی فایده های دارد. بنابراین من از همه هموطنان عزیز خواهش میکنم در چنین یک شرایط نابسته از آن که موقع حکومت چی هست، چی اعلان میکند، باید که ما مسئولیت شهروندی و ایمانی خود را انجام داده باشیم. همزمان ما و شما در این ماه مبارک باید دست به دعا باشیم، همه امان، چه در داخل هستیم چه در خارج، که هیچگاه این بیماری وارد کشور ما نشود. و این بسیار واقعا خوشبختی است اگر راست باشد که در کشور ما این ویروس هنوز ناآمده است و دعا میکنیم، امیدواریم که این راست هست. باید دعاگو باشیم که به هیچ صورت ملت عزیزی ما در داخل خارج گرفتار آن نشود. اما اگر خدای نکرده تاجیک هموطنی چه در داخل یا چه در خارج
گرفتار شد. توصیه ما این است که هم طبق گفته های متخصصین و هم فرموده های دین مبین اسلام از این بلا و از این حالت ها خود را دور نگه بدارند. همدیران عزیز، در این شب و روزها ده ها هزار هموطنان ما مهاجرین مهنتی در سراسر جهان، بخصوص در روسیه، در قزاقستان، در ترکیه و ما اخیراً شنیدیم که در هندوستان هم اونها در یک شرایط سخت در ماندند و محتاج هم دعا و هم کمک های ما و شما هستند. من فکر میکنم که در حال حاضر دو گروه از هموطنان ما نیاز بیشتر بر آن دارند که ما در ماه شریف رمضان به آنها هم کمک مادی و هم کمک معنوی کرده باشیم. این زندانی های ما هستند و مهاجرین ما. البته مشکل زندانی های ما مشکلی نو نیست. آنها سالها هست که از کمبود غذا، کمبود داروواری، از دیدار یار و دوستان اذیت میشوند، تحت شکنجه و ظلم قرار دارند. من مطمئنم، باور دارم که ملت عزیز هیچگاه آنها را فراموش نکرده است، از دعای خود و از کمک هایی که میتوانند کرده. اما بار اول است که مهاجرین مهنتی ما در چون یک شرایط سخت قرار میگیرند. آنها همیشه خوراننده و پوشاننده ملت بودند، ملت را کمک میکردند. اکنون خودشان نیاز به کمک ما و شما دارند. کسانی از هموطنان که همیشه دوست داشتند و این سنت را رعایت میکردند که در ماه شریف رمضان خیر و صدقات بیشتر کنند، زکات خود را در این ماه جدا کنند و صدقه فطر را که حتما میدهند. اما هر سال هموطنان عزیز ما عادت خوب دارند که صدها و حتی بعضی‌ها هزارها نفر از همسایگان، خویش و تبار، یار و دوستان را افطار میدهند، مهمان نوازی میکنند. این سال با دلیل‌های گوناگون ما از این کار محروم هستیم. منظورم از برگزار کردن این افطارهایی که در آن صدها و هزارها نفر شرکت میکنند، چون هم طلبات‌های بهداشتی را اجازه نمیدهد و هم ما دیگر در این شرایط ضرورت نداریم که در منزل‌های خود مردم زیاد را جمع کنیم. اما این معنی او ندارد که ما در این ماه شریف رمضان درهای خیر و سخاوت را ببندیم و از این امکانیت‌های این ماه استفاده نبریم. من پیشنهاد میکنم همه برادران و خواهران، هموطنان عزیزی که در داخل و خارج کشور هستند، اگر خیر و صدقه دارند، اگر افطار کردن میخواهند برای دیگر روزداران، این عیناً و دقیقاً همون فرصت مناسبی هست که ما این خیر و صدقات و این افطارهای خود را به همین دو گروه روان کنیم. اونهایی که در داخل تاجیکستان هستند بهتر این است که به زندان ها روان کنند، پیدا کنند افرادی را که این کارها را تشکیل کرده میتوانند، به خصوص زندانی های سیاسی که از همه چی محرومند. آنها دیگر یک قسمشان حکم ابد گرفتند، 30 سال زندانی شدند، آنها تحت شکنجه قرار دارند. شاید اون زندانی های عادی دسترسی خویش و تبار به آنها سبکتر است، اما زندانی های سیاسی آنها در سخت‌ترین حالت گرفتار هستند و من از همه هموطنان خواهش میکنم که اگر افطارهای خود را به زندانیان فرستادند، زندانی‌های سیاسی را هم فراموش نکنند. اما هموطنانی که در خارج کشور قرار دارد، من خواهش میکنم، پیشنهاد دارم که افطارهای خود را، خیر و صدقات خود را از طریق انسان‌های معتمد به مهاجرین بفرستید که امروز در کشورهای گوناگون در حالت دشواری قرار دارند، به خصوص در روسیه که ما و شما از شبکه‌ها می‌بینیم چی وضعیت آنها را دنبالگیر است. البته این به معنی نیست که مهاجرینی در خارج بوده کمک‌های خود را، افطارهای خود را به داخل کشور به خصوص به زندانی‌ها نفرستند. شریعت اسلامی عدد مستحقین دریافت کردن خیر و صدقات و کمک‌ها را معین کرده است که اون شمارش زیاد است. اما از نگاه من در این شب و روز سزاوارترین گروه ها در ملت ما همین زندانی ها و مهاجرین هستند. با استفاده از این فرصت میخواستم نسبت اون برادران و خواهرانی که در همین شب و روزها در روسیه در پهلوی مهاجرین مهنتی بودند میnnت‌داری خود را بیان کنم. و واقعا اونها در این روزهایی که مقامات دولتی و حکومت کارآمدی خود را به نمایش گذاشتند، آمدن مسئولیت دولت و حکومت را به دوش گرفتند و در چارچوب اون امکانات هایی که داشتند مهاجرین مهنتی ما را در خوابگاه ها، در جاهای زیستشان با خوراک، با مواد لازمه تأمین کردند و آنها را
روحیه معنوی دادند که این از نگاه من مهمتر از کمک مادی هست. مهاجرینی در دشواری افتاده بار اول احساس کردند که آنها رو فراموش نکردم. من اگرچه نام نمیبرم، اما اون برادران و خواهرانی که این کارها رو انجام دادن اثبات کردند که نه تنها فرزندان واقعی این ملت هستند، بلکه آنها واقعا هم مسئولان این ملت هستند. اگر بگویند که پیشوا و رهبر این ملت امروز آنها هستند، خطا هم نمی شود. دعا میکنم که پروردگار آنها را در این راه استوار بگرداند و ملت ما را بار دیگر با اون حالت سربلندی برگرداند که دیگر هیچ مهاجر، هیچ درمانده در خارج نداشته باشد و بتوانند مردم هر وقت که بخواهند به وطن خود در روزهای دشوار برگردند. هموطنان عزیز، بار دیگر یکایک شما را به این فرارسی ماه شریف رمضان تبریک میگویم و از خداوند دعا میکنم و شما را هم خواهش میکنم که در دعاهای دست جمعانه هممون در وقت نمازها، در وقت کشادن روزه، اون لحظه های دقیقه که طبق حدیث شریف لحظه های هست که دعای هر بنده روزدار قبول می شود اگر خالصانه باشد، وطنمون را، کشورمون را، زندانی ها را، مهاجرین را و همه کسانی که امید دعای ما و شما را دارند فراموش نکنیم و دعا کنیم که پروردگار هیچگاه این بیماری شما را به وطن ما نآورد و اگر خدای نکرده حالت‌های هم پیدا شده باشد، هر چه زودتر پروردگار از خزانه غیب خودش با اون صفات‌های رحمان و رحیم و سخی و غفور بودن خودش این بیماران را شفا بدهد و ملت ما را، کشور ما را از این گزندهای آسمانی و زمینی نگه بدارد. تا صحبت‌های بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.